آب در کوزه، آب در کوزه، بلوان تشنه میگرده. پیاده رو با پیاده رو میبا تو کار داری. ترسان خو شریف نمانی مرا با گوشی خیر است. همین زمین گفته که سر من نگرد. یه نگفتم. چرا بخیلی میکنین؟ چینل هست، سبسکرایب کنین، با دوستا رایی کنین. سلام تک تک اعضای دل، انشالله که در هر جای هستین لباس عافیت در تن داشته باشین. ما براتون گفتم که مهمان عزیز ما کسی است که واقعیت که تمام دنیا ای آدم میبینه، چی بگم دیگه، با اقا دوستش داره، همه دنیا دوستش دارن، میبینن. مهمان ما هست که از زبان خودش بهتره بشنوم. اول کمی من قهر هستم. شما چرا دیر کردین؟ ساعت سه که من 9 هستیم، شما 2:30 آمدین. همین کار خوب است در نظر دوستا همین گپ خوب میزنی بایی ما معلومات هستیم بایی این سرک برای موتر است یا برای بارگن است؟ برای چی احترامی؟ همین برای سرک برای موتر است. و مادی شیوشش جوتر شده که سرک برای مرور موتر پیاده رو و پیاده رو میبا تو کار داری. ترسان خو ما برای من نیست، ما میزبان شما را دعوت کردیم، کسای دیگه گناه دارن. شما سر ما خورزید و کسایی که چرا رابندی خود که باش در وقت چرا نمی؟ ما شما رو گفتم آدم بسیار عالی، آدم خوب، سر وقت شناس. همین اینجا خیلی خب یک سو دیگه چی میکنیم؟ خب ما از این تا لوگر طرف لوگر حرکت میکنیم میریم لوگر. اگر دا دوست دا ولایت لوگر نرسیده میره، اگر تو دا دوست دا برچی رسیدی بیا را کیلومتر خلاص. راست میگم، اینی که بخوشم لوگر سرکش در نظر چی رقم است؟ نگاه درا نه برو خلاص برو گیر بالا ولی تو که روانی باشه مابین سر بلا دکانداری باشه. خب برادران خدا وقت شما دور تشکر. یک اول پرسی کاکا ملیک به مردم شریف نمانی مرا با گوشی خیر است. قرآن عزیز مهربانی کنید خدا خدا مرا جور صحتمند داشته باشه. خصوصا برادرای ما ایران در کجا هستید؟ ولایت افغانستان زنده باد. ولایت کابل داوزه نایه دشت برچی چندین نوع 13 دشت برچی اینجا برچی سنتر است. بله برچی سردار زنده باد. قربان مردم افغانستان تاجیک ازبک آزاد کلگی افغانستان زنده باد. ما های لابیو و کلگی مردم افغانستان کلگی مردم خدای پاک پیدا کرده. ما بنده خدای پاک هستیم، بشریت هستیم. ظلم و یکی ظلم دیگه خوب نیست. هر کس که میکنه خدا جزا بشه و ما قربان تاجیک ازبک آزاد های لابیو و خودش دلیل بخیمه ولی سر نامی به ازاره به ازبک به ترکمان نخونوان یک برادر هستیم زنده اینجور باشی ولی به خصال و دینان نیت میکنه. نوش جان مهمان ما سین، بسیار آدم مهربان هستین. نوش جان از خدا و خیریت کردن برای اگه فرمودی که نمیشه خواهش میکنم نون تو بخو قربان اخلاقتان. برای ما بگه یک اخلاقت خوش میاد، هیچ تعصب ندارین شما. دلیل چی است؟ هیچ نمیگه کو از کدام قوم همیشه. چند سال است؟ ما سال خدا بگم 45. همین وقتی که دست پایا تو شناختی همین آسمان تو گفته که زیر ما نگرد. نه همین زمین گفته که سر ما نگرد. یه نگفتم. چرا بخیلی میکنی؟ خب بعضی نمیفهم چی دلیل خدا رو بفهمانه که نمیفهمه خدا بفهمانه چون خدا میفهمه تو بفهمانه میتونم. راست میگی. خب کاکا ملیک کسی است که واقعا مهمانی برنامه است. بسیار خوش آمدین، بسیار دوستتان دارم. نام خدا بسیار علاقمند داری. اول که کمی کار شروع کردی چینل یوتیوب چی رقم پیدا کردی؟ در کدام چینل یوتیوب اول کسی اول تا بگم که سرزبانای مردم افسادی دلیل چی بود؟ یک وقت پیدا کردم یوتیوب چینل انداختم اون مرده بود. این مرده بود؟ همون چینل یوتیوب سیستمش نفهمیدیم. مرده بود. صابر آخه میشناسی
نه به خدا از کجا در هست؟ مووی گروپ کار میکنه. خو از تلویزیون طلوع. خدا او را خب. زنده داشته باشه که صابر سه. خب مدیر صابر مگه مدیر صابر مدیر خدا صابر زنده داشته باشه. بسیار یک آدم خوب است. چرا امیرم خدا زنده داشته باشه. اون مرا مرا دعوت کرد بیادر برای ما گزارش جور کو خب رفتم در گرزو گفت جور کردیم رفتم لوگر گزارش جور کردیم کدیم ما سنمونجا شروع شد. بای میلالی اولین بار اموجا رفتی همراه مدیر صابر در مووی گروپ. در مووی گروپ رفته ما با کلگی مووی گروپ کارمانده اشتلو کلگی احترام دارم نه با کارمانده اشتلو بله اگه بیننده که تلویزیون میبینه با کلگی احترام دارم من ما نمکارمی نمیکنیم پیران وظیفه نداره از پیشش رفته بعد اون تخت بخته اما کلگی مووی گروپ کتیمی چی سندر چی هم داره برچی سنتر برچی سندر تخت بخته جا برابر رستوران کندوز کباب برچی رستوران کندوز کباب تو برچی رستوران کندوز کباب خدا زنده داشته باشه بازم در گپ نیاییم که کلگی وادواد مگر میکنیم خوب غذا بخوریم در رستوران بیاییم نان خوب است نه نه خوب دیگه اینجا واقعا جالب است. دیگه از اونمونجا شروع کردیم دیگه از اونمونجا تا دیم تو سر کار زنگ از برای شما دیگه زنگ مونگا مایده کردی چی بود؟ مایده شد دیگه زنگ مونگا دیگه از اونمونجا شروع کردیم گپ مینه میاد که گپ اینکه خواهی که دل ما بقرار است بسیار جوانان را دور دارم خدا همین جوانان را پیسادار کنه خدا فرمون بله راست اگر تو نگو چرا برای جوانان بسیار بو میگی چرا دعا میکنید این جوانان سر ما حق داره زندگی خوب داشته باشن چی حق دارن چرا حق نداره کار کنن چند سال هستی بیشتر گفتم باز بگم 45 چون تو رشی کردی بله وقت نداره که رشی کنه خودت خوش هستی خدا را خدا داره که چرا خشن نمیدی چرا خشن نمیدی حال ما خو نیزم اینجا خیلی نبارم چرا خشن بابا چرا نمیدی صد مهمان زغال مال نکرد این مقال میکنم مقال جوانا رو میکنیم یک مثلا یکی برای جوانا زدتور میکنیم یکی کسی در افغانستان که خانه نداره برای از زمین میداد که خانه جور میکنیم این چند سایر انا میماندی نگه نان گدای باشی جای گدا نباشی نه بخور که نشجان کنیم یکی ما که توقعی نیستیم یکی ما بسیار منصور نیستیم نان با خودم میشه من زیادتر شما ببینم امی عکسای پان ببین در فیسبوک در تمام جای بسیار ماشومان دوست دارین شما چرا؟ امی ماشومان اطفال والا امروز در جای هسته این میشه برای ما توضیح بدین من یک جای دیدم میتونم بسیار امروزشون کمک میکنین این کمک ها رو خودت میکنی یا کسی دیگه؟ والا بسیاری 70 سال خودم کوشش میکنیم 30 سال برادرمه اینا کوچه میکنن یک پول سر محاق بارا ندارن یک قلم که توبچه بودی داره نداره چرا نداره؟ یا بشر خداست بله یا سرمایه افغانستان است آینده اویا درس تعلیم بخوانه درس تعلیم بیسوادی خوب است یا سواد بیسوادی در نظرم خوبتر نیست؟ بیسوادی خوب است نه سواد تو گویی بیسوادی خوب است نه من هرچی که شما بگید من میگم شما ناراض امیر شما دا بسته میکنم شما دا بسته میکنم برای نه واقعا پیدا نمیکنم راست بیسوادی خوب است تو میگی چرا مردم میگن سخی کوکمالی که دگاب میگیرن نان کلش سخی خورد امی عکسای چیزا نشان بده از خیرت ببینین دوستا که برتون ما والا اینا ما وقت نشان جواب بسیار منظوره شما برق دارید؟ نه 24 ساعته برق نداره چرا نداری؟ میش نفهمید چرا تا قدم چرا نمیفهمی؟ من خودم نمیفهمی که تو طرف طرف یک برسه اینا خیلی اینا شما کشکل میسن چرا؟ ایجاد کشکل
آب داریم نداریم؟ او خب حالا داریم، چی دروغ بگیم، دریا داریم. داریم نه؟ یا اونو خب نمیفهم کجا میره. جوان هم داریم نداریم؟ چرا نداریم؟ نه یا بتانه بندی میگه بندیچه یا کجا میره؟ یا میره خارج. اوه حالا چرا اینجا استفاده نم؟ بگویم که نگویم آب پرای ما داریم ولی برق نداریم. آب در کوزه بلوان توش نمیگردیم چی بگویم که نگویم آب پرای ما داریم ولی برق نداریم. آب در کوزه بلوان توش نمیگردیم وای چه بودی بسی وخی بلا از بدرشی چاویلی که دریاب که گوهر نشتا. چی کنیم؟ آب داریم برق نداریم. این چیست؟ اینو باید نشان میدیم. در مملکت با چی پیش میرم؟ به چی پیش میره؟ مواد اولیه که زود برای مسافری. چی است؟ او در راه سرکا سرک اگر ما شما جور شما ما شما مسافری نمو خوب میره و خوراک که مواد اولیه زود میرسه او چی میشه؟ ارزان با دست میره. آره تو چیز قیمت خوش میگیری خوب از ارزان شد. چیزی که قیمت باشه در نظر من خوب نیست. خوب نیست نه؟ نه. این چیز اگر رای مردا چی باشه رای مجور باشه راه خود اولاد باید جور کن. بله. چرا کرای ترانزیتی باید خلاص باشه یک مسئله. بله تو دعوای پاک زندگی که خوینه چاپریال پاک زندگی که نیاد گندگی زندگی. واقعاش اگر راست پسند کنه دعوای امی چی باشه؟ چی باشه؟ بگم برید؟ بگوی هوای پاک. چرا کار است؟ هوای چه خواهد آدم مریض میکنن؟ که مریض میکنن تو توان مثلا کلا نشنی ما بعد حال بود میشن. شمالی هم کاری میکنن تشکر دیر مننه دیر. قربونی گلان چمنو کرد. های. از بیما کرد با خود که بعد خرج. های. ما با شمالی هم کاری کنیم. با ولش خود خدمت کنیم. اطفالی نزدنی یا شرا خورای مسئله محبت رشته پیدا بر دو بشانه. زندگی چی میشه؟ دوای پاک جور میشه. دکتر نری پیسه نتی متمزر ای دکتر است کجا کنه؟ چی؟ سرمایه که تو میگی دکتر نری این دکتر ها بیچاره خیلی چی تو کنه؟ والا خیلی پیسه موضوع بوده که دکتر کمونی اینمی روی باری شامانی در گلبار سنتر است. این گلبار سنتر است؟ روی باری پیشوی شاروالی. ببینین دوستای عزیز که چقدر کاکا ملیک خدمت میکنه خودش رفتن آب خانه ارسکیدی درست بود شاه خبر هم نبود. شاه خبر نبوده راست میگه. ما در پیشوی شاروالی میشن این پلگی داستان است. دیر مننه در قربان شم یک آدم بسیار خوب مهربانی. هیچ چیه؟ اینی سرک ببینیم ما خودم مزمونات لوگر هستم در وقت جمهوریت میری که خراب مینداخت سرک بادران جور میشد. خیلی چرا خراب کردن؟ عریضه کردن؟ خراب کردن؟ نه عریضه کردن نمانده میره سرک خراب جور میشد. خیلی که خیلیش خواهاز نمیشه ای خواهاز نمیشه در پاکمان هم بار شما درخشانه کلش سعی کنی سریال میشه سریال پدر سریال یک هم غصه در افغانستان هست؟ یک تشویش شما خواهی میره که اوری خودش پیام دادی با مردم که متوجه نشه چی کار کنه؟ والا ما خدا که بیرادارا میگیم اول با او پدران مادران میگیم که امو اطفال خدا نوزاد باشی کنه و دوی مدی امی بچه ها دخترها خدا مکتب رایی کنه در تعلیم کنه و یک چی میگیم که شما کوشش کنید در دیو و قریه فامیل وطن خانه غیبت نکنید راز اندیوال اگه کنید قربان شم قربان تشکر مهربانی تشکر یک جهان از کاکا ملیک واقعا برنامه ما را رنگین ساخت جناب کاکا ملیک عزیز میشه که می چینل یوتیوب به نام خودت خبر داری یا بگم والا کم خبر داری غلط نکن پامیر هرات پامیر
ایراد فامیل ایراد فامیل فامیل سینمای فامیل ندیدی؟ ایراد فامیل چینل است سبسکرایب کنین و دوستان رو ای کنین لایک شیر کنین شیر نکنین گردنتان بسته باشه خدایا گردنتان بسته باشه دیگه ایرا کامل نوشته کنین ما در خدمت شما هستیم این گزارش ها مبشور نمیشه آفرین این گزارش ها دیگه که تو موبایل بکشید لپتاپ استفاده اینترنت بسیار با انرژی بسیار با مصرف بسیار با تکلیف میشه بعض حکومت میخواه از وزارت داخله از اطلاعات مؤثرات که باید این چینل ها و خبرنگاران بسیار توجه کنه در امنیت و ایراد فامیل چرا بسیار کوشش و سرسکایب کنید بر لایک بتید سرسکان سرسکایب شما هم میگن سرسکان دیگه سرسکان کنین مشکل نیست سرسکان سبسکرایب سبسکرایب ها سبسکرایب کنید زنده باد امی کارمانده جی امی اوتال هم زنده باشه که اشپز ایرانان هم میخورید تشکر خدا یک جهان تشکر از شما استاد ملیک ما یک جان تشکر از این مستقیم میکنم این جناب آفرین دیگه مارا بگی اول تشکری میکنم از خودت بسیار یک آدم مهربان جناب آقای کاکا ملیک عزیز نور چشم ما هستی نان سر شد نوش جان کن ما برنامه را خداحافظی کنم اجازه دارم خداحافظی میکنی این بود برنامه ما تا برنامه بعدی همه دوستان را جان جوری داشته باشین در هر کنج دنیا هستین کاکا ملیک بسیار در مشکلات آوردیم مهمان برنامه ما شد البته بنده خدا غذای نان سرد شد ولی نخورد به خاطر شما دوستان دیگه تشکری میکنیم یک دعا کن خدا کنه که افغانستان جور آباد داشته باشه آمین هر جای مسافر خدا خوش داشته باشه آمین بازم خدای پاک و کل کی جوانان را فیصدار کنه آمین رئیس بلوچستان بیچو بهترین والی راست میگم باز جگر خون داریم من نام زغال چو بگیرید بعضی ها ندارن خدا حافظتان دوستای عزیز خدا حافظ